بیننده‌ای که 4 شماره آخرشون 9749 هست، ایشون نوشتن که لطفاً راهنمایی کنید. دکتر جواب کرده سونوگرافی انجام دادن که در 7 ماهگی سر بچهشون رشد نمیکنه. همسرشون میگه که میترسم، نمیدونم اگر به دنیا بیاد بتونیم نگهداری کنیم تا دیر نشده، اگر راه حلی هست پیش پای ما بگذارید. ببینید، فکر کنم خواهر این سوال رو پرسیدن. اولا بعد از 120 روز اجماع علما بر این است که سقط کردن جنین الا به 2 دلیل جایز نیست. دلیل اول جان مادر در خطر باشه. جنین در یک وضعیتی قرار داره که حیات مادر در خطر است. وقتی که حیات و زندگی مادر به خطر بیفته، در اون صورت سقط کردن جایز است. یا اینکه طفل بمیره، بیماری لاعلاجی داشته باشه، دکترهای معتمد و موثق این رو تایید بکنن که بیماری لاعلاجی داره که امکان زندگی نیست، اما فقط به خاطر اینکه سرش رشد نمیکنه، نمیدونم پاش رشد نمیکنه، یا به اصطلاح بعضی از مشکلاتی در جسم وجود داره، بعد از 120 روز به هیچ بهانه‌ای جایز نیست که سقط صورت بگیره. الا اینکه گفتم جان یکی در خطر باشه، یا کودک فوت کرده باشه در شکم مادر، یا که بیماری باشه که اصلا قابل علاج نباشه. این رو تشخیص میدن دکترای موثق و مسلمان. در اون صورت جایز است که حالا دکتر مسلمان هم شاید شما در کشور زندگی بکنید که در اونجا مثلا دکتر مسلمانی نباشه، اما واقعا اگر دکتر تایید کرد، تشخیص داد از نگاه طبی که همچین مشکلی وجود داره، در اون صورت میتونید سقط بکنید. اما فقط به خاطر اینکه والا سرش کوچیک است یا رشد نمیکنه یا پاش اینطوری است یا مشکلی داره، اما کودک زنده است، نفس میکشه، قلبش میزنه، در این صورت سقط کردن جایز نیست و حرام است و این مسئله رو خیلی باید جدی گرفت. چرا که زندگی یک انسانی در اینجا مطرح است. بعد از این که روح دمیده میشه، یعنی اگر با اختلافات روزهایی که بین بعضی از علما وجود داره، اما بعد از 120 روز تقریبا همه علما متفق هستن، یعنی بعد از 3 ماهگی دیگه بعد از 4 ماهگی امکان سقط کردن به هیچ شکلی وجود نداره، الا به اون 2 دلیلی که خدمتتون عرض کردم.